چاینکی اینمی است که به درد خود اینمی چاینک پخته میشه، این لذت خاص خود داره. یکی دوم به درد قندمی دکان ما که است، رستورانک ما بسیار قدیمی است. این تقریبا نگم اوله که کابل قدیم که این کابل جور شده، اینمی ساختمان است که جور شده. تا فعلا اینمی برمی سیستم خود است. در چندین جای ما نان خوردیم. تو مزه که امروز در اینجا مرا دادم تابال یک 4 لقمه خوردیم، زیاف نه. تابال هیچ هم شوروا مرا مزه نداده بود. گرچه دمی خود چاینکی و اید که میره محبت است، اما مثل سابق نیست. اون محبت هایی که در بین مردم کابل قدیم بود فعلا نیست.